پلو ماهیچه رو هر بار که برای مهمونی هم درستش کردم همه عاشقش شدن. شما هم یک بار که شده به این سبکی که من میگم امتحانش کنید، بی‌نظیر میشه. اینم از یه لقمه خوشمزه. برای درست کردنش ماهیچه رو از این قسمتی که نشون میدم از استخوان جدا کنید. برای اینکه موقع سرخ شدن گوش به راحتی خودش رو بکشه بالا و مجلسی تر سرخ بشه. دو طرف ماهیچه ها رو با زعفران دم کرده و روغن میذاریم کاملا سرخ بشه. ببینید یک طرفش که به این صورت سرخ شد برش میگردونیم. دو طرف ماهیچه ها که کاملا سرخ شد از روی حرارت برش می‌داریم. داخل یه قابلمه دیگه پیازهای خلالی شده رو با زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز خوب ماساژ میدیم. بهش هویج، چوب دارچین، 2 حبه هل رو اضافه میکنیم. ماهیچه ها رو روش میچینیم. یه بوته سیر اضافه میکنیم. زعفران دم کرده، پیاز خلالی و میذاریم 2 ساعت با حرارت ملایم بپزه. بعد از 2 ساعت ببینید چه آبی انداخته. ماهیچه ها رو زیر و رو میکنیم به این صورت. 1 ساعت دیگه با حرارت ملایم میذاریم که بپزه و در آخر نمکش رو اندازه میکنیم. 10 الی 15 دقیقه دیگه بهش زمان میدیم که جا بیفته. ماهیچه هامون آماده است. میتونید به این صورت داخل سینی سروش کنید. ببینید ماهیچه ها چقدر قشنگ و مجلسی سرخ شده و درست شده. مقداری از آب ماهیچه رو جدا میکنیم و داخل سینی سروش میکنیم. یا به صورت تک نفره به این صورت سروش کنید. امیدوارم درست کنید و خوشتون بیاد. نوش جان.